نوروز، قدیمی‌ترین جشن باستانی، میراث فرهنگی ایران زمین و آغاز سالی جدید. با شروع اسفند همه سرگرم خونه تکونی و تدارکات عید میشن. کوچه خیابونا حال هوای خودشو داره. سمبل نوروز سفره 7 سینه. این سفره از چند روز قبل عید پهن میشه و تا 12 فروردین باقی میمونه. این سفره همونطور که از اسمش پیداست شامل 7 چیزه که با حرف سین شروع میشه. هر کدوم از این سینا معنای خاص خودشو داره. مثلا سیب که به معنای زیبایی و تندرستیه. در کنار این 7 سین آینه، ماهی قرمز، شیرینی و آجیل هم گذاشته میشه. مراسم نوروز شامل جشن‌های مختلفیه که یکی از اونها چهارشنبه سوریه. چهارشنبه سوری جشنیه که در آخرین چهارشنبه سال اتفاق میفته. رسم اینطوری که از رو آتیش بپرن و بگن زردی من از تو، سرخی تو از من. در منطقه واشنگتن دی سی برنامه‌هایی برای جشن نوروز برگزار شد که بخشی از اونها رو با هم می‌بینیم. Saying, make sure that you shout that Nowruz is here and that winter is gone. We're gonna have sun by the end of this song.